خب سلام عرض ادب دوباره خدمت دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید با قسمت دوم الفبای بازار از دوره مدرسه فارکس خدمت شما عزیزان هستم. قرار بود که توی این جلسه ما راجع به اصطلاحات تخصصی بازار صحبت بکنیم، بالانس ایکویتی رو توضیح بدیم، مارجین و فری مارجین، پیپولات و اسپرد و در آخر لورج ما با شما به اشتراک بذاریم. خب خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب و دوره‌ای که حالا می‌خوایم راجبش مطالبی که راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم. اولین مطلب، ساده‌ترین مطلب، بالانس و ایکویتی. فرق این دوتا چیه و اصلا این دوتا چی هستن؟ بالانس که حجم پول شما رو در بروکر به شما نشون میده. مثلا شما $100 داری، $1000 داری یا $10,000 داری. ایکویتی چیه؟ ایکویتی میاد موجودی در لحظه شما رو با توجه به سود و زیان شما در لحظه نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اگه بالانس ایکویتی اگر شما هیچ معامله بازی روی بازار نداشته باشی، همه معاملاتت بسته شده باشن، بالانس ایکویتی دقیقاً یه عدده. اما به محض اینکه معامله‌ای باز بکنی روی بازار، حالا چه خرید چه فروش، چه سود بکنی چه زیان بکنی، تفاوت اون سود و زیانه از بالانس میشه ایکویتی. یعنی مثلا اگر شما $10 توی سود هستی، بالانس شما 1000، $10 توی سودی، ایکویتی میشه $1010. به محض اینکه معاملت رو ببندی، بالانست هم میشه مثل ایکویتی. این تو تفاوت بالانس ایکویتیه. کدومش مهمتره؟ قطع به یقین ما ایکویتی رو مهمتر میدونیم توی محاسبات بعدی که حالا بعداً توی جلسات آینده خدمت شما میگیم، جایی که درادان برای ما مهم هست. حالا توی درادان ما دو تا درادان داریم، یه درادان بالانس، یه درادان ایکویتی. درادان بالانس حد اکثر افت حساب روی بالانس رو در نظر میگیره. ایکویتی حد اکثر افت حساب رو روی درادان ایکویتی حد اکثر افت حساب روی ایکویتی رو توضیح میده بهتون. خب فرقشون چیه؟ شما امکان داره که از $1000 معامله داشته باشی، باز کرده باشی، یه خریدی مثلا روی یورو یو اس دی باز کردی، رفتی تو ضرر، -10 -100 -500 -600 تا رفتی تو ضرر. بالانس شما در آن واحد 1000، اما ایکویتی شما 400. بعد این 400 دوباره مثبت میشه، میاد تا $1500. معاملت رو اینجا توی $1500 میبندی. بالانس شما چیزی رو که میبینه میگه از 1000 شده 1500، تمام. چون معامله بسته نشده اون پایین. اگه معامله بسته شده بود اوکی بود. اما ایکویتی به شما میگه که خب شما یک تریدر پر ریسک هستی، حسابت از $1000 60% کاهش دادی، رسیده به 400، دوباره از اون ور رسیده به 1500 تا. اینو تو ایکویتی میتونیم ببینیم، اما توی بالانس نمیبینیم. بنابراین ایکویتی همیشه برای ما توی محاسبات ارجحیت داره. نکته بعدی یا اصطلاح بعدی مارجین و یا فری مارجینه. مارجین یه توضیح، مارجین و فری مارجین و لورج، همه اینها با هم دیگه یک مجموعه ای از اصطلاحات تخصصی هستند که باید با هم توضیحشون بدیم. خب اجازه بدیم بچه‌ها من یه لحظه اینجا تلگرام رو ببندم، بریم روی چارت. من یه توضیح در واقع سریع اینجا خدمتتون میگم. خب اول بهتون بگم مارجین تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که میزان اعتباری که از بروکر از حساب شما ورد. مثلا $1000 داری، یه معامله 1/100 لاتی، حالا که جلوتر لات رو هم بهتون توضیح میدم، میگم اینا همشون یه باکسی هستن که باید با هم تعریف بشن. یک معامله 1/100 روی یورو باز کردی، از شما یه میزان وجه التزام یا میزان اعتباری رو از شما میگیره و بقیهش رو خودش بهتون میده. یعنی چی؟ ببین، بیایم با این شروع بکنیم، با این جمله شروع بکنیم. هر یک لات میشه 100,000 ارز پایه. به توضیح میدم. ارز پایه چی؟ چرا نگفتیم؟ همه جا به شما میگن که یک لات برابر است با $100,000. این اشتباهه. یک لات برابر با 100,000 ارز پایه. مثلا توی یورو و یو اس دی یک لاتش میشه 100,000 یورو. توی یو اس دی جی پی وای یک لات مساوی است با $100,000. توی ای یو دی کد یک لات برابر است با $100,000 استرالیا. اون ارزی که توی صورت کسر وجود داره به عنوان ارز پایه میشناسیم و وقتی میخوایم بگیم یک لات روی AUD USD یعنی $100,000 استرالیا من وارد معامله کردم. خب من که اصلا دلار نداشتم، دلار استرالیایی نداشتم. خب اینجا یه ضریبی میخوره که حالا با هم دیگه محاسبه خواهد شد.
توضیح یک لات رو بهتون دادم. کوچکترین حجم معاملاتی که ما میتونیم توی بازار فارکس انجام بدیم 1/100 لاته. کمتر از 1/100 لات دیگه نداره. 1/100 لات یعنی چی؟ 1/100 ضرب در 100,000. 1/100 100,000 میشه 1000 تا. حالا اگر USD JPY باشه میشه $1000. اگر یورو USD باشه میشه 1000 یورو و بقیه حالا مثال ها. پس متوجه شدیم که کمترین حجم معاملاتی که میتونیم انجام بدیم 1/100 لاته. 1/100 لات همون $1000. کمترین عددی که توی حساب توی معاملات میتونیم ببریم $1000. خب من از $100 توی بازار دارم، چه جوری میتونم با $100 پولی که توی حسابم هست یک معامله $1000 داشته باشم؟ کاری نداره که به اینجا میرسیم که بحث لورج وسط میاد و وقتی که لورج رو حالا محاسبه میکنیم و همونطور که میدونید احتمالاً لورج توی بازار فارکس با لورج بازار کریپتو متفاوته. توی بازار کریپتو شما توی هر معامله‌ای که میخواین انجام بدین لورجتون رو باید مشخص بکنید. مثلا میگید من میخوام $50 ببرم توی معامله با لورج 5. مجموعاً شما $250 وارد معامله شدید. $50 شما میشه مارجینتون، کل معاملتون میشه $250. آها، یه چیزایی الان داری فکر میکنم دستگیرت میشه. یه حجمی رو که شما وارد معامله میکنی، مثلا $1000 کل پول شماست، از این $1000 میخوای $50 رو ببری توی معامله. خب میگی لورج چنده؟ میگی 5. خب 50 تا ضرب در 5 $250 کل معامله شما ارزشش هست، ولی شما چقدر و پول آوردی وسط؟ $50. معاملت $250 اما $50 آوردی تو. $50 میشه تعریف مارجین توی بازار فارکس. شما $100 داری، لورج داریم اینجا، میتونی حداقل 100 ملات رو معامله بکنی. از شما یه عددی رو برمی‌داره، یه میزانی رو برمی‌داره به عنوان مارجین که محاسبهش رو بهتون کامل توضیح میدم تا انتهای جلسه، و بقیهش رو خود بروکر به شما اعتبار میده و شما میتونید معامله انجام بدی، خرید و فروش، و میتونید از این در واقع اتفاق کسب سود بکنید. خب تا اینجا تعریف مارجین رو یاد گرفتیم. فری مارجین تفاوت بین ایکویتی شما و مارجینی که از شما دریافت کرده. خب چرا بالانس نه؟ ببین بالانس شما تا زمانی که معاملتون بسته نشه ثابت میمونه، اما ایکویتی داره تغییر میکنه. پس فری مارجین هم باید تغییر بکنه. نمیشه که شما وقتی که یه معامله مثلا روی یورو باز کردید توی $100 زیانی همون قدری مارجین داشته باشی که وقتی میخوای مثلا یه معامله داری که توش $100 تو سودی. متوجهی؟ این که شما تو سودی به شما کمک میکنه که حجم معاملات بیشتری رو بتونی داشته باشی. اگر که تو ضرر باشی حجم معاملاتی که میتونی در آینده باز بکنی کمتره. چرا؟ چون اعتبار توی بروکر کم شده. شما $100 توی زیانی، پس اونقدری که قبلا اعتبار داشتی الان اعتبار نداری. پس فری مارجین میشه تفاوت بین ایکویتی و مارجینی که از شما دریافت کرده. خب حالا مارجینر چجوری محاسبه میکنن؟ مارجین چجوری محاسبه میشه؟ ببینید بر اساس لورج. حالا لورج من یه توضیح کوچیک دیگه به شما بدم قبل از اینکه وارد بازار فارکس بخوای بشی و حالا بروکر رو میای نصب میکنی، میری توی شرایطش و از شما میخواد لورج رو که انتخاب بکنید. شما اونجا لورج رو یک بار برای همیشه روی اون حساب انتخاب میکنید. موردی که برای شما میاره این شکلیه. یک باکسی هست، توی این باکس اجازه بدین توی این باکس برای شما نوشته مثلا 1 2 تا نقطه 1 مثلا، بعد دوباره پایینش نوشته 1 2 تا نقطه 10، بعد دوباره پایینش نوشته 1 2 تا نقطه 50، بعد میره تا 1000 مثلا. اینجا 1 2 تا نقطه 100. حالا من چند تاشو از قلم انداختم و بعدیش مثلا میاد 1 تا نهایتا 1 به 1000 میره. خب این چیه؟ محاسبهش خیلی کار راحتیه. خیلی یک بار برای همیشه میخوام بهتون یاد بدم، همیشه دیگه توی ذهنتون میمونه. آقا از 1 به 1 شروع میکنیم. میگه آقا اگر شما $100 داشته باشی من دیگه به شما لورجی نمیدم، اعتباری نمیدم، هر چقدر که با $100 بتونی معامله بکنی. خب ما گفتیم آقا کمترین حجم معاملات $1000. یعنی اگر شما $100 توی حساب چارج داشته باشی هیچ معامله توی بازار فارکس نمیتونی انجام بدی در صورتی که لورج حسابت 1 باشه. خیلی راحت، چون به شما اعتباری داده نمیشه. اگر بخوایم لورج مثلا 10 رو مثال بزنیم، $100 توی حسابت داری. من اینجا بنویسم که توی ذهنتون، چون وقتی می‌نویسم توی ذهن شما بیشتر و بهتر میاد. $100 شما توی حسابت، ببخشید $100 شارژ داری توی حسابت. بالانست یعنی چقدر؟ $100. یک معامله 100 لاتی میخوای روی مثلا USD به
در واقع ین انجام بدی، USD JPY میخوای انجام بدی. خب از شما میخواد که در واقع اینجا توی محاسبات شخصی خود بروکر در واقع نگاه میکنه که لورج شما چنده. لورج شما 10 هستش، لورج شما 10 و از اون طرف شما در واقع میخوای 1 صدم لات وارد شید. محاسبه میکنیم 1 صدم لات چقدر ارزش دلاریش هست. 1 صدم لات ارزشش میشه $1000. خب معامله‌ای که شما میخوای انجام بدی مارجین $1000 میخواد. خب شما برای اینکه در واقع ببینی میتونی این معامله رو انجام بدی یا نه، اون $100 که توی حسابت داری رو ضرب در 10 میکنی که لورجت هست و این عدد به دست میاد. یعنی شما با کل پولی که داری، یعنی $100 باید وارد معامله USD JPY بشی. خب الان وارد معامله شدی، مثلا $10 مثلا توی زیانی، منفی $10 شما الان در حال حاضر توی زیان هستی. خب میتونی معامله دیگه باز بکنی؟ خیر. اینجا همون جاییه که تعریفش میشه در واقع کال مارجین، یا حالا به اشتباه همه دوستان کال مارجین به معنای ورشکستگی میدونن و این معنا درست نیست. کال مارجین یعنی که پولت برای معامله بعدی کمه. شما $100 داشتی، الان $90 داری، پولت تموم نشده، ورشکسته هم نشدی، هیچ اتفاقی برات نیفتاده. معامله بعدی رو برای شما باز نمیکنه چون مارجینی نداری، کل مارجین شما اینجا مصرف شد. حالا بیایم با لورج 100 محاسبه بکنیم. اینجا $100 شما توی حسابتون پول دارین، 100 لورجتون 100 روی USD JPY میخواین 1 صدم لات در واقع وارد معامله بشید. من 1 صدم لات رو کامل با انگلیسی بنویسم. 1 صدم لات میخوای USD JPY وارد معامله بشی، لورجت 100. خب 1 صدم لات برابر است با $1000. $1000 شما کل مارجینی که میخوای برای این معامله $1000. لورج شما توی این در واقع نوع حساب 100 انتخاب شده و از شما $10 به عنوان مارجین میگیره. میگه برای اینکه معامله رو برات باز بکنن $10 مارجین شما رو برمی‌دارن. خب فری مارجینمون چقدر میشه؟ 100 منهای 10 مساویه با 90. $90 شما فری مارجین داری، یعنی 9 تا معامله شبیه این شما میتونی باز بکنی. چه 9 تا 1 صدم، چه یه دونه 9 صدم، چه یه دونه 5 صدم به علاوه 4 صدم، چه 3 تا 3 صدم، فرقی نمیکنه. میتونی معامله دیگه باز بکنی. $90 فری مارجینت مونده. حالا اگر معاملت رفت تو زیان، حساب شما مثلا از $100 شد $80، از $100 شد $70، دیگه نمیتونی به اندازه $90 معامله باز بکنی، به اندازه $70 پول داری، پس میشه 7 معامله $10. متوجه شدی؟ خب حالا اگر اینجا خیلی راحت دیگه، اگر اینجا لورج شما مثلا 200 باشه، شما اینجا مارجینی که ازتون میخواد $5، از اینجا ما این محاسبات رو انجام بدیم، $95 برای شما مارجین میمونه، فری مارجین شما خواهد. پس ما الان تعاریف مارجین، فری مارجین، لورج و در واقع لاتیج رو یاد گرفتیم. خب حالا لاتیج یه بحث تخصصی دیگه هم داره که باز هم کسی بهش دقت نمیکنه. خب ببین، ما توی جفت ارزهای مختلف پیپ ولیو های مختلف داریم. این پیپ ولیو چیه؟ این پیپ ولیو معناش همون چیزیه که الان برات توضیح میدم. ببین مثلا یورو یو اس دی رو شما با کمترین حجم ممکن، اول من یه پیپ رو توضیح بدم بهتون. پیپ کوچیکترین واحد شمارش اندازه‌گیری در واقع جفت ارز هاست. یعنی چی؟ بیایم با هم دیگه روی لایو بازار یه چیزی رو با هم بررسی بکنیم. ببینید ما اینجا روی پوند یو اس دی، بذار من یه مثال در واقع ملموس‌تر بزنم، بعد بریم روی جفت ارزها مقایسه بکنیم. ببین الان توی بازار آزاد دلار چنده؟ 106,000 تومانه. یورو چنده؟ یورو مثلا میگم، حالا من دقیقش یادم نیست، مثلا 115,000 تومانه. پوند چنده؟ 130,000 تومان. خب تقسیم کنی این دوتا رو بر هم، مثلا پوند رو تقسیم کنی بر دلار، عددش باید بشه 1.3113. این عددی که لایو بازاره عدد دقیق تقسیم دلار به پونده، ببخشید پوند به
دلار. خب یورو یو اس دی چجوری محاسبه میشه؟ دقیقاً همینه. مثلا 115000 تومانه، 115000 تومان تقسیم بر 106000 تومان یه عددی بهت میده. حدوداً مثلا باید بشه 1.14 15 اگر نگاه بکنی اینجا از سمت راست تصویر من، قیمت لایو یورو به یو اس دی 1.1565. خب ما یه اعشار داریم، یک اعشار 4 تا رقم بعدش، رقم چهارم بعد به ما عدد پیپ رو نشون میده. ببین مثلا اینجاست 1.3114 درسته، 1.3114. خوب دقت بکنید، 1 ممیز یا 1.31 الان شده 13. این 13 بشه 14 یک پیپ تغییر داریم. این 13 بشه 20 7 پیپ تغییر داریم. این 13 بشه 33 20 پپ. این 13 بشه 0 به سمت پایین 13 پپ ریزشه. دیدی من با این یه دونه رقم آخره، یعنی رقم چهارم این کسره، این جواب این کسره، این عدده در واقع پیپ رو اندازه گیری میکنم. مثلا ببین از این کف، از لایو بازار تا این سقف 41 پیپ همینجوری که داری میبینی نشون داده میشه. از 1.3114 رسیدیم به 1.3155. 41 پیپ تغییر. حالا از بالا به پایین بوده، ریخته بازار، ما میگیم 41 پیپ ریزش داشته. خب توی یورو یو اس دی، توی پوند یو اس دی و توی طلا، توی یورو یو اس دی، پوند یو اس دی و طلا، اگر با حجم 100 لات، یعنی با کمترین حجم ممکن وارد معامله شده باشی، هر 10 پیپ تغییرات به شما $1 زیان یا سود میرسونه. بای گرفتی روی یورو یو اس دی، عالیه. 10 پیپ حرکت کردیم به سمت بالا، شما $1 توی سود هستی. اگر حجم معاملت به جای 100 لات 200 لات بود، 10 پیپ تغییر برای شما $2 محاسبه میشد. اگر به جای 100 لات شما 0.1 لات وارد میشدی، هر 10 پیپ حرکت به شما $10 سود میرسون. بقیه جفت ارزها تقریبا به همین شکل محاسبه میشن، ولی یکم تغییرات رو ما در واقع داریم توی جفت ارزهای دیگه. توی طلا هم دقیقا همین شکلیه. پس پیپ رو یاد گرفتیم، رقم چهارم بعد از اعشار. دو تا مستثنا داریم از این قاعده. یکیش USDJPY هست. USDJPY اصلا اگه دقت بکنید عددش متفاوته، نمیشه 154.700. اصلا 4 رقم بعد از اعشار نداره که ما بخوایم اینجوری محاسبش بکنیم. رقم توی در واقع USDJPY رقم در واقع اینجا مثلا بدون با یه مثال بهتون نشون بدم، 154.83 ایم، می‌خوایم بشیم 154.90. 7 پیپ تغییر. این رقم دوم بعد از اعشارش هر چقدر که جا به جا بشه در واقع میشه پیپ ما. توی حالت جفت ارزهای معمولی چهارمی رقم بود، توی USDJPY دومی رقم. یه مستثنای دیگه هم داریم روی طلا. الان ببینید 7 پیپ تغییر رو ما از 83 شدیم 90. 7 پیپ تغییر توی طلا باز هم مستثنا رقم چهارم بعد از اعشار نیست، چون اصلا رقم چهارم بعد از اعشار نداریم. $4125.08. اگه بخوایم روی طلا 10 پیپ رو در نظر بگیریم، دیگه نمیتونیم نه رقم چهارم بعد از اعشار نه رقم دوم بعد از اعشار. رقم اول بعد از اعشار نشون دهنده یک پیپ هست. ببینید شما مثلا اینجا 35 پیپ حرکت داشتید، 35 پیپ حرکت. رقم اول بعد از اعشار که توی حالت سقف رو 6 قرار داره و توی کف روی یکه، هر دونه تغییرش یک پیپ حرکته. خب 6 تا از این ور کم شدیم 124، از این ورم شدیم 121، حدوداً میشه همون 35 پیپ. ببینید مثلا از اینجا 10 پیپ بخوایم بریم بالا، اینجا 10 پیپ بریم بالا، 125.2 در واقع شده 126.2. 10 پیپ تغییر کردیم، عدد دلاره $1 تغییر کرده دقیقاً. یعنی هر $1 توی طلا، هر $1 تغییر توی طلا 10 پیپ محاسبه خواهد شد. پس دو تا مستثنا رو توی ذهنتون بمونه، طلا و ین دو تا مستثنا از این قاعده هستن. خب ما همه اینها رو توضیح دادیم و عرض به حضورتون یک پلتفرمی هست به اسم متا تریدر که من حالا خیلی
توضیحی راجع به متا تریدر ندادم، اما چیزی که برای من مهمه و شما بدونید این هستش. اینجا بالانس، ایکویتی، فری مارجین شما رو در واقع نوشته و شما اگر اینجا وارد یک معامله بای، مثلا من روی طلا، البته این حساب بسته ما هست، روی طلا مثلا من بخوام 100 لات معامله بکنم، از اینجا میتونم معاملاتم انجام بدم که حالا توی جلسه بعدی با توضیح اینکه متا تریدر رو چجوری باید نصب بکنید، چجوری باید حالا ازش استفاده بکنید، راهنماییاش به چه شکله، همه اینها رو توی جلسه آینده بهتون توضیح میدم. اما من اومدم توی این صفحه فقط به خاطر یک چیزه. ببین اینجا بالانس و ایکویتی و فری مارجین رو برای شما زده، اما چیزی که برای من مهم بود اینجاست. یک چیزی اینجا وجود داره به اسم اسپرد یا همون تفاوت قیمت بین قیمت خریدارها و فروشنده ها یا همون کمیسیون پنهان. شما وقتی یه معامله انجام میدی، بروکر برای اینکه این معامله رو برای شما انجام بده یک پولی از شما میگیره، یک کمیسیونی میگیره. جدای از این کمیسیونی که از شما میگیره، یک اسپرد پنهان هم داره. این اسپرد پنهان چیه؟ شما اگه همین الان بخوای بخری، معاملت رو میخوای باز بکنی، در لحظه ای که باز بکنی مثلا روی حساب فیکس XAU USD فیکس 0.6 پیپ، حالا من بذارم روی در واقع اینجا شما اسپرد رو دارید میبینید، 6 پیپ نیست، 0.6 پیپته. پیپت یه دونه رقم از پیپ دوباره کوچیک‌تره، رقم پنجم بعد از اعشار رو ما میگیم پیپت. اینجا هر عددی که میخونیم رو یه صفرش رو میندازیم، یه صفر بهش اضافه میندازیم، درسته. اینجا نوشته 6 یعنی 0.6 پیپ. همین الان شما معامله رو باز بکنی توی حالت فیکس، 0.6 پیپ توی زیانی. این عدده داره تغییر میکنه. این حالت دیگه ای از XAU. هر بروکر حالا نمادهای مختلفی داره. شما بخوای روی حساب معمولی XAU USD رو معامله بکنی، همین الان اگر معامله بکنی، در لحظه‌ای که خریدت رو انجام میدی، حالا مثلا 8 در نظر بگیریم یا 9 پیپ توی زیان معاملت رو باز میکنه. این 9 پیپ زیان، 0.9 پیپ در واقع زیان. این 0.9 تفاوت بین قیمت خریدارها، بهترین خریدار و بهترین فروشنده هست. شما الان میخوای توضیح بدم بهت، حالا مثلا اسپرد چیه. ببینید الان میرید طلا فروشی، میخوای دلار بخری یا طلا بخری، فرق نمیکنه. میگه اگه بخوای بخری این قیمت، اگه بخوای بفروشی این قیمت ازت برمی‌دارم. یعنی چی؟ صرافی بهت میگه که میخوای دلار قیمت میگیری، میگه میخوای بفروشی، میخوای بخری. میگه آقا میخوام بخرم. میگه اگه میخوای بخری قیمت مثلا دونه 106,000 تومان هر یه دلار. خب میگه نه آقا میخوام بفروشم. میگه اگه میخوای بفروشی من 105,800 تومان ازت برمی‌دارم دلاراتو. این تفاوت 200 تومانی میشه همون اسپرده. بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش رو در واقع با هم مقایسه میکنن، اسپرده به وجود میاد. پس ما اسپرد رو یاد گرفتیم توی بروکرها، توی حساب‌های مختلفی، توی جلسه آینده راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اسپرده متفاوته یا ثابته یا صفره. بعضی از بروکرها به شما اسپرد صفر رو پیشنهاد میدن که قیمت خریدار فروشنده در لحظه صفر اختلافش و بیشتر کمیسیون از شما میگیرن. بعضی از بروکرها میگن که ثابت این اسپرد یعنی قیمت خریدار فروشنده همیشه مثلا روی 0.6 پیپ هست. یه سری بروکر هم بهت میگن آقا نه، من کمیسیون ثابتم ازت میگیرم، این در واقع اسپرده تغییر میکنه، یه بار 8 دهم، یه بار 6 دهم، یه بار 10، یه بار هر چی تغییر میکنه. حالا بر اساس تجربه ما اینا رو انتخاب میکنیم، به شما پیشنهاد میدیم که چه کارهایی رو باید انجام بدید. پس ما توی این جلسه تمامی اون مسائلی که قرار بود با هم دیگر بررسی بکنیم یاد گرفتیم. پیپ رو یاد گرفتیم، لات رو یاد گرفتیم، اسپرد رو یاد گرفتیم، لیوریج، مارجین، فری مارجین، بالانس و ایکویتی و حتی درادان رو هم ما با هم دیگه آموزشش رو داشتیم. جلسه آینده آخرین جلسه از الفبای بازار هست که ما تو اون جلسه قراره که نحوه نصب متا تریدر، نحوه معامله کردن و از همه مهمتر انواع خرید و فروش ها رو، بای لیمیت، بای استاپ، سل لیمیت، سل استاپ، بای استاپ لیمیت، سل استاپ لیمیت، همه اینا رو قراره که با شما توی جلسه آینده به اشتراک بذاریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. ممنونم ازتون. وقتتون بخیر. خدا